آقا 3 دسته آدم داریم و میخوام برای همیشه این که طرف ادعا میکنه بتمنا رو ببندم بذارم کنار. تو اگه دسته اول باشی، اونان که ساعت 12 میگیرن میخوابن ماکسیموم و اینکه صبح زود بیدار میشن میرن سر کار، من اصلا کاری بهشون ندارم. دسته دوم اونایین که کل شب بیدارن اما روز دیگه تا ظهر میگیرن میخوابن. این دسته خیلی خودشون ادعا میکنن بتمنن اما اینو ظهرخیزن، سحرخیز نیستن. این یک کلمه رو خیلی اون مغزم فشار آوردم تا اومد. اما دسته آخر آنانی هستند، آنانی هستند که کل شب بیدارن بعد دارن به امور خیریه میرسن و کل روز باز بیدارن. چون بتمن روزای میلیاردر بود، بعد کاربار میکرد ناموسن، بعد میرفت چه میدونم میرسید به کارخون مارخوناش.